قرار است در این روز 24 نوامبر 13 زن و کودکان اسرائیلی در غزه رها کرده شوند که یک شرط آتشبسی 4 روزه میان حماس و اسرائیل است. قطر که برای بستن سازش مساعدت کرده است گفت این گروه اولی گروگانان است که آزاد می شوند. 13 نفر هستند. همه‌شان زنان و کودکانند. گروگانانی که از یک عائله هستند در یک گروه خواهند بود. هر روز یک دسته غیر نظامیان آزاد می شوند و بر طبق سازش در 4 روز 50 نفر خواهند بود. بر اساس سازش آتش بس باید جنگ در تمام شمال و جنوب غزه قطع شود، گرچه تا چند ساعت پیش از سازش هم ادامه داشت. جنگ در غزه تقریبا 2 ماه پیشتر آغاز یافت. با گفته مقامات مصر که در سازش هم میانجیگری کردند، اجازه میدهند که روزانه به غزه 200 ماشین کمک و هم گاز و بنزین وارد شود. قرار است اسرائیل در زمان آتش بس 150 زن و نورسان فلسطینی را از زندان آزاد کند. اسرائیل همچنین گفته است سری هر 10 تن از گروگانان دیگری آزاد شده سازش آتش بس را یک روزی دراز می کند. هدف ما از این سازش آتش بس پایدار است. مقامات قطر میگویند امیدوارند 4 روز قطع جنگ امکان میدهد دو طرف سر یک آتش بس پایدار و پایان دادن به خونریزی اندیشه کنند.